سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 18 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخطی موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبتی آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. چند لحظه پیش کاربران رادیو آزادی با فرستادن یک نوار از سوختار در شهر دوشنبه خبر دادند. سوختار در منطقه معروف به جزیره رخ داده در پی آن ورزشگاهی نوساخت ضرر دیده است. همکاران ما برای دقیق کردن خبر به محل حادثه رفتند. امیدواریم تا شروع برنامه امروز تفصیلات بیشتر این حادثه را در دست خواهیم داشت و منظور شما خواهیم نمود. زن شکنجه شده از جوابگری آزاد گردید. اکنون میخواهد میلیسه هایی که او را آزار داده بودند جزا بگیرند. جوانزن 25 ساله و مادر 2 فرزند از ناحیه وخش ادعا دارد که در شعبه میلیسه این ناحیه شکنجه و تجاوز شده است. ادعایی که مقامات حفظ حقوق در ناحیه وخش به اساس مینامند. آنها میگویند تحقیق حادثه از جانب دادستانی ناحیه دعوای زن را اثبات نکرد. پرونده این جوانزن با گمان دزدی به سود ارسال شده بود و او در پی عفو اخیر از جوابگری آزاد شد. برای آگاهی بیشتر از این قضیه در برنامه خبری با ما بیایید. دیروز هیئت نوی مجلس نمایندگان بلاروس انتخاب شد. در پی آوازدهی خبرنگاران از الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت این کشور درباره روابط با روسیه که هر دو عضو سازمان تجارتی هستند سوال کردند. لوکاشنکو مردانوار گفت که از این اتحاد راضی نیست چون که به منفعت کشورش نمی باشد. او گفت که این اتحاد هر سال به بلاروس 9 میلیارد دلار خسارات می آورد. الکساندر لوکاشنکو در این مورد دقیقاً چی گفت؟ تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. رهبر عالی ایران با حمایت از قرار حکومت درباره بالا بردن قیمت بنزین سخن گفت. امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم نمود. روز 17 نوامبر در بعضی از گوشه های ایران تظاهرگران با پلیس ضد یورش برخورد کردند. بنابر گزارش ها دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق کشور از جمله شهر تهران قطع شده است. اعتراض در ایران بعد 15 نوامبر بعد اعلان محدود کردن فروش بنزین و بالا بردن قیمت آن آغاز شد. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاع رسانه‌های دولتی ایران در جریان اعتراضها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه‌ها به کام آتش کشیده شدند. محمد علی شریفوف رهبر باغ جانوران شهر دوشنبه از وظیفه سبکدو شده است. این در حالی است که اتحادیه محافظان طبیعت و گروه از فعالان زیست محیطی برای حفظ جانوران باغ حیوانات از سردی و گرسنگی با تشکیل یک چاره‌بینی مبلغ جمع آوری نمودند. تشبثکاران تصمیم دارند با پولی از این اقدام جمع آمده جانوران باغ وحوش را با خوراک 2-3 ماهه و دیگر مواد ضروری تامین کنند. تصمیم کمک به جانوران در حال برگزار می شود که طی یک ماه اخیر در پی مرگ یک گوزن و شترمرغ در باغ حیوانات دوشنبه موضوع شرایط نگهداری جانوران دوباره داغ شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و دوستداران حامیان جانوران وضع نگهداری جانوران را در باغ خیلی حزن‌انگیز خواندند و از مقامات خواستند وضع را اصلاح کنند. مسئولان باغ شکایت‌ها از شرایط نگهداری جانوران را به اساس خوانده گفتند سبب مرگ جانوران طبیعی و بیماری بود. جزئیات بیشتر را بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در اختیار شما خواهیم گذاشت. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیکی همراهی کنید.